إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که در این لحظه ای که با ما هستین و همیشه برای گوش کردن و برای هر یک مسئله را جوابش شنیدن وقتی شما وقتهای خودتان با شنیدن این پند و نصیحت ها میگذرانین، الله مهربان در هر یک دقیقه او برای شما پاداش بزرگ نصیب گردانه و البته در شنیدن این و در محبت این الله مهربان ثواب و اجرهای را وعده کرده است. خدای مهربان همه شما را با نصیب بگردانه و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند میل ما را، محبت ما را، ذوق ما را باز هم به سوی این دین پاکش زیاد بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که بیماری هایی که چی در خانه و چی در بیمارخانه داریم خداوند به آنها شفای کامل نصیب بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که حاجت طلب هایی که باشند حاجتاشون خدای مهربان برآورده بگردان. علال خصوص بسیاری از بندگانی که همیشه در یاد و همیشه در کافت و کاوی یکی از نعمتهای الهی که فرزند است، خداوند از این نعمت به فرزندان هم نصیب بگردان. و از الله مهربان دعاگوی او هستیم که برادران و خواهرانی که در مهاجرت هستین، در سفر کاری هستین یا در طلب رزق روزی هستین، خداوند کاراتون در برار و برکت و کشایش نصیب گردانه و الله مهربان آن مقصودها و آن نیتهای را که با خودتان دارین و برای برآوردن او شما زحمت میکشین، مهنت میکنین، خدا ای شما برآورده کنه و شما را الله مهربان صحت و سلامت و این زادگاهتان و این دیارتان و این ملکتان خداوند رسانه. برادران عزیز و گرامی، الحال در پیش من یک دفتر پر از سوال هایی که و در پیش من آورده گذاشتند و انشاءالله چگونه که من هم قبلا برای شما وعده داده بودم که ذره امکانیت یابم و هر زمانی که برای من الله مهربان دست داد حرکت میکنم به سوالهاتون جواب گردانم و همچنان موضوعهایی که برای من شما خواهش کردین که یکی درباره فضیلت قرآن خواندن، یکی درباره نفس، یکی درباره قدرت‌های الهی را برای ما بیان کن. انشاءالله اینها هم در گویم نزد من هستند. همه اینها انشاءالله آماده اند. من خدا خواهد به سمع شما اینها را هم الله برای من مهلت دهد
برای من وقت دهد، من به سمع شما میرسانم. برادران عزیز و گرامی، همه با والله قسم، همه حرکتم، همه تلاشم برای این است که هر چیزی که از دانش و فهمیشی که دارم برای شما برادران عزیز، خواهران عزیز، من باید که گفته گذارم. تا شاید که اگر یک مسئله را که شما اگر از ما آموزین، شما اگر از ما گوش اندازین و با او اگر شما انشاءالله توفیق عمل کردنش پیدا کنین، این برای من هم در دنیا و هم در آخرتم بسیار مهم است و به نهایت برای من نفع خیلی زیادی دارد. الان درباره مهلت گفتم، درباره وقت گفتم. برادران عزیز و گرامی، یکی از دانشمندها به نام محمد امین میگه روزه یک شاگرد خودش وقتی دید آمده ایستاده است، پرسید که ای بنده خدا، از این بالا آمدی، از کجا آمدی استی؟ میگه شاگردش به طرف حضرت محمد امین گفتن حضرت گفتن در قبرستان بودیم، الحال گفتن نفری را اونجا مقصد گور کردیم و دعا و درود کردیم و گشته آمدم. برادران عزیز، خداوند دانشمندها بسیار یک برکت خالیان، بسیار خیر زیادی دارند. به طرف این شاگردش گفت فرزند عزیز، الحال تو توانستی که از این قبرستان گشته بیایی، ولی فراموش نکن، گفت فرزند عزیز، روزی می شود که تو را به همون قبرستان میبرند ولی دیگر امکانیت باز پس آمدن نداری. زین لحاظ گفت فرزند عزیز، وقتت را غنیمت بدان. خواجه حافظ می گفت وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی. برادران عزیز، وقتاتون غنیمت دانید و قدر وقتاتون رسید و انشاءالله هر کسی که به این قدر این میرسد، خدا خواهد وی زیرکترین امت پیامبر به شمار می رود. حضرت امام شافعی برادران عزیز خودش میگوید که در زمانی که من زندگی کردم هیچ کس را از خودم عالمتر نمی دانستم یا عالمتر نمی دیدم. مقصد علمم خیلی و خیلی علم بلندی بود، ولی گفت تمام علم من در برابر یک سخنی که سفیان ثوری گفت تصور کردم که من یکی از نادانترین آدم ها هستم. که سفیان ثوری چی گفته است؟ گفته است که وقت مثل شمشیر برنده است. خیلی که شمشیر یک چیزی را در حال میبرد، یعنی در یک لحظه کار تمام میکند. گفت سخن همین سفیان ثوری دا تمام علم گفت بخشیدم. گفتم مقصد و سفیان ثوری هیچ کس برابر شدن نمیتواند. زین لحاظ حقیقتا وقتمان برادرای عزیز جوهر است، هم عزیز است، هم ارزش دارد و همچنان بسیار تیز میگذرد. عزیزای خدا میگن بر لب جوی نشین، دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آب روان میگذرد. چگونه که همین آب به خودش یک حرکت دارد یا سرعت دارد، همین عمر انسان هم برادران و خواهران عزیز مثل همین آب روان است، بسیار در رو میگذرد، به نهایت تیز ای دست می رود. برای همین خدا رحمت کند جنونی را، میگو فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. بسیار ارزشی بلندی دارد، ارزانش نفروش. مقصد بیهوده نگذران، به غفلت نگذران،
که این ارزان فروختنی وقت شما هست. الله توفیق آن چیزی را که شنیدیم برای ما و شما نصیب گرداند.